سرزمین پهناور تحلیل مدارهای الکتریکی فشرده دو تا پادشاه بلا منازع داره. یکی قانون KCL، یکی قانون KVL. و تا انتهای درس مدارهای الکتریکی ما مدام در حال نوشتن روابط KCL و KVL، یا به عبارتی مدام در حال KVL زدن. بریم با این دوتا قانون بسیار مهم آشنا بشیم. اول تو این ویدیو میریم سراغ قانون KCL. قانون KCL چی میگه؟ میگه در هر گره، یعنی هر گره از هر مدار الکتریکی فشرده، پس هر مدار الکتریکی فشرده و در هر لحظه از زمان، ببین 3 تا هر داره، این دیگه کاملتر جامعتر پیدا نمیکنه. مجموع جبری جریان تمام شاخه های متصل به اون گره برابر با 0. پس ردخور نداره دیگه. من نمیتونم بگم مثلا تو این گره اوضاع فرق میکنه، تو این مدار فرق میکنه، تو این لحظه فرق میکنه. نه، همیشه مجموع جبری جریان تمام شاخه های متصل به گره برابر 0. حالا جبری یعنی چی؟ یعنی بالاخره ما یه سری جریانا دارن وارد میشن، یه سری دارن خارج میشن. ما حالا یا ورودی ها رو مثبت میگیریم، خروجی ها رو منفی، یا ورودی ها رو منفی و خروجی ها رو مثبت. هیچ فرقی هم نمیکنه. الان هر سه تا حالتش رو با هم بررسی میکنیم. قانون KCL برای هر گره از مدار معادله ای از جریان های متصل به اون گره میده. ما بهش میگیم معادلات KCL یا روابط KCL، که این معادلات مبتنی بر KCL معادلات جبری، خطی و همگرن. جبریان یعنی چی؟ یعنی مشتق انتگرال توشون نمیبینیم، امکان نداره. خطیان یعنی چی؟ یعنی نسبت به جریان ها درجه 1 توان 1 دارن. من I1 2 نمیبینم، درسته؟ نمیدونم I1 در I2 نمیبینم. و همگنن یعنی حاصل معادله برابر با 0. میتونی همه رو بیاری این بر، مثلا بنویسی ورودی ها منهای خروجی ها که الان اینجا انجامش میدیم، یا خروجی ها منهای ورودی ها مساوی با 0. معادلات KCL به طبیعت فیزیکی المان ها هم بستگی نداره. یعنی ساختارش چیه، یا ارتباطش با محیط بیرون چطوره، نمیدونم یه مقاومت پسیو، یه سلف تزویج با بیرونش، نمیدونم ارتباط مغناطیسی داره، اصلا مهم نیست. مدار وقتی فشرده باشه حتما KCL برقراره. دو تا نتیجه بسیار مهم از قانون KCL داریم. یکی اینه که ببین جریان شاخه های متصل به هر گره به هم دیگه وابستن، یه رابطه بینشونه، درسته؟ پس جریان هر یه دونه شاخه رو، جریان هر شاخه رو از یک گره من با مشخص بودن جریان بقیه شاخه های متصل به اون گره میتونم بنویسم. یه رابطه است، یا در واقع یه معادله است که یه مجهول داره. و فراتر از این جریان شاخه های مدار، این جریان همه شاخه های مدار به هم دیگه وابسته است. و حالا اینا بینش میرسه گرهه که یه شاخه های مشترکی دارن. پس با مشخص بودن یه تعدادی از اون جریان ها من میتونم جریان تمام شاخه های مدار رو محاسبه کنم، که اون تعداد رو میگن تعداد جریان های مستقل یا مجموعه جریان های مستقل. به طور مفصل در فصل گراف و روش های منظم تحلیل مدار به این مجموعه جریان های مستقل، ولتاژ های مستقل و امثال این خواهیم پرداخت. ما فعلا داریم آماده میشیم برای تحلیل کردن مدار از طریق KCL نوشتن. خب بریم ببینیم مثلا این KCL نوشتن چطوره. یه سوالی که خیلی وقتا برای دوستان پیش میاد اینه که من چجوری KCL بنویسم؟ مثلا ورودی ها رو مثبت بگیرم یا خروجی ها رو؟ ورودی ها رو منهای خروجی کنم، خروجی ها رو منهای ورودی بکنم، هیچ تفاوتی نمیکنه. آنچه که مهمه اینه که جمع جبری جریان های یک شاخه های متصل به یک گره 0. الان ببین اینو در نظر داشته باش. من یه بار میام جریان های خروجی منهای جریان ورودی رو مینویسم، یعنی در واقع دارم خروجی ها رو مثبت در نظر میگیرم، ورودی ها رو مثلا منفی.
میتونم اینجوری بنویسمش، بگم مجموع همه خروجی ها مثلا I2 به علاوه I5. ببین I2 I5 خروجیه منهای مجموع همه ورودی ها I1 I3 و I4 میشود 0. میتونم بیام شروع کنم یکی یکی بگم I1 ورودیه پس منفی I1، I2 خروجیه پس به علاوه I2، I3 داره وارد میشه پس می‌نویسم منهای I3، I4 ورودیه می‌نویسم منهای I4، I5 خروجیه می‌نویسم به علاوه I5 مساوی با 0. اینم باز بکنیم به همین میرسیم، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. یه بار بتونم بیام جریان‌های ورودی منهای جریان‌های خروجی مساوی با 0 بنویسم. یعنی ببین I1 I3 I4 اینا رو مثبت گرفتم، منهای I2 I5 که خروجی هم مساوی با 0. باز این رو میتونم بیام شروع کنم از I1 بگم ببین من ورودی ها رو مثبت گرفتم پس مثبت I1، I2 خروجیه پس منهای I2، I3 دوباره ورودیه پس به علاوه I3 الی آخر. یا اصلا میتونم بگم جریان های ورودی مساوی با جریان های خروجی، جفتش رو مثبت بگیرم بازم برقراره. I1 به علاوه I3 به علاوه I4 مساوی با I2 به علاوه 5. تمام این روابط رو که بنویسی همش یکیه. این پرانتزا رو باز بکنی میرسی به زیریش، توی منفی ضرب کنی دو طرفو از این میرسی به این، از اون میرسی به این، اینا رو ببری اون طرف به این یکی میرسی، اونا رو ببری اون بر به این میرسی. بنابراین از نظر ماهیت هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. اما چیزی که برای ما مهمه اینه که ما موقع تحلیل کردن مدار لزوما دنبال این نیستیم رابطه KCL رو فقط توی یه شاخ توی یه گره بنویسیم، ما میخوایم یه جریانی رو حساب بکنیم. خب یه راه اینه من بیام اینو بنویسم یا مثلا اینو بنویسم یا هر کدوم از اینا رو، بعد بگم خب I1 رو میخوام I1 رو ببرم اون طرف، یه جورایی دارم دوباره کاری میکنم. قبول داری؟ من یه خط باید اینو بنویسم بعد بگم حالا مثلا I1 رو میخوام پس از اینجا به بعد همه رو ببرم اون طرف. میایم از این روش استفاده میکنیم برای اینکه از این دوباره کاری اجتناب بکنیم. ببین من I1 رو میخوام، I1 رو مینویسم یه طرف مساوی با I2، از I1 شروع کنم حرکت میکنم دیگه، اون شاخه هایی یا اون جریان هایی که همجهت با I1 رو مثبت مینویسم اون طرف، اونایی که مخالفشن منفی. من I1 رو میخوام، I1 رو مینویسم این طرف مساوی است با، ببین I2 همجهتشه پس نوشتم مثبت I2. میام اینجا I3 ببین خلاف جهتشه، میخورن شاخ به شاخ میشن پس مینویسم منهای I3. I1 داره میاد با I4 خلاف جهته پس مینویسم منهای I4 و I5 هم جهتش. تموم شد دیگه. لازم نیست اصلا به این فکر کنم جریان ورودی منهای خروجی، خروجی منهای ورودی، اینها مساوی با این، بعد بیا اینو ببر اون طرف برابر با اونا باشه، این وسط هم یه منفی مثبت اشتباه بکنی و کار خراب بشه. برای I2 بنویسیم، من I2 رو میخوام و این داره خارج میشه. از I1 شروع میکنم. قبول داری I1 به خود I2 رو نوشتم یه طرف مساوی است. قبول داری I1 و I2 هم جهتن؟ پس نوشتم مثبت I1. با I3 اوضاع چطوره؟ ببین هم جهتن پس می نویسم مثبت I3. با I4 چطوره؟ باز ببین پس می نویسم بله. با I5 چطوره؟ هر کدوم یه ببر والا دستام بخوام درست اینجوری اصلا داره دور میشه پس می نویسم منهای I5. تمام شد. I3 میخوام، باز شروع میکنم I1 ببین با I1 خلاف جهتن پس منهای I1، با I2 هم جهت به علاوه I2، با I4 خلاف جهت منهای I4 و با I5 هم جهتن پس می‌نویسم به علاوه I5. این روش KCL نوشتن سریع موقع تحلیل کردن مدار. حالا بیایم چند تا تمرین انجام بدیم. فرض کن من I1 رو میخوام. خب حالا شما فکر کن اینجا یه همچین جایی بخوای ورودی منهای خروجی، خروجی منهای ورودی بنویسی و بعد ساده بکنی. ولی الان خیلی راحت میگم اگه I1 رو نمیخوام شروع میکنم با 5 میلی آمپر هم جهته پس مثبت 5 میلی آمپر، با این 10 میلی آمپر خلاف جهتشه پس منهای 10 میلی آمپر، با این 4 خلافه پس منهای 4، با این یکی 4 هم جهته پس به علاوه 4، با این یکی 8
خلاف جهته پس منهای 8 با این 2 جمع جهته پس 2 با این 6 هم ببین هم جهته پس به علاوه 6 خلاص آی1 رو به دست میارم میشه منفی 5 میلی آمپر. حالا آی1 رو میتونم توی این مسیر تو این جهتی که هست نشون بدم روش بنویسم منفی 5 میلی آمپر، هیچ اتفاقی نمیفته. توی مثال ها و سوالاتی که حل میکنیم خواهیم دید اصلا مهم نیست. یا میتونم جهتش رو عوض بکنم بنویسمش 5 میلی آمپر. اینجا میخوام KCL بنویسم آی3 رو حساب بکنم. میگم ببین با آی4 با آی1 که 4 آمپره و با آی2 که 3 آمپره هم جهته پس آی3 میشه 4 به علاوه 3. شهودی هم معلومه دیگه 4 اومده 3 اومده جمع شدن چی؟ آی3 که برابر 7 آمپره. اینجا میخوام KCL بنویسم میخوام آی5 رو حساب بکنم. خب میگم ببین با این آی3 که 7 آمپر به دست آوردم درسته هم جهته پس می نویسمش 7 با این 1 آمپره چی؟ خلاف دیگه. ببین این تو نمیتونی یکیشون دنبال کنی هم مسیر اون یکی باشه، این وری میره این وری میره پس میشن منهای 1 پس آی5 میشه 6 آمپر. یا باز شهودی میتونیم بگیم آی3 که 7 بود اومده 1 ازش خارج شده چی مونده؟ 6 مونده به این شکل. یعنی عملا ما موقع تحلیل کردن مدارها خیلی KCL رو به این شکل ورودی منهای خروجی و اینا نمی نویسیم و از این شگرد سری نوشتن استفاده بکنیم. اما تعمیم قانون KCL خودم اسمشو گذاشتم تعمیم، در واقع 2 تا حالتیه که انگار به شکل عمومی تری داریم از KCL استفاده میکنیم. اولیش این که قانون KCL علاوه بر جریان‌های متصل به یک گره در مورد جریان‌های هر گره مرکب که سطح بسته‌ای شامل بیش از یک گره مدار باشه هم ست میکنه. شاید بگی سطح بسته‌ای شامل بیش از یک گره مدار یعنی چی؟ یعنی مثلا این، یعنی من سطح بسته کشیدم مثلا اینجا 2 تا گره از مدار رو در بر گرفته. برای اینم میتونم KCL بنویسم. چجوری؟ همونجوری که برای اون نوشتم. ببین میگم آی1 وارد شده داریم وارد شده ها رو مثبت میگیم، آی2 ازش خارج شده پس منهای آی2 به علاوه آی4 وارد شده منهای آی5 که خارج شده مساوی با 0. جمع جبری جریان‌های وارد شده به این سطح بسته که شامل 2 تا گره از مدار بود برابر با 0. بازم اگر طبق همون شگردی که سری می نوشتیم KCL رو بخوایم حساب بکنیم همینه، مثلا آی1 رو می‌خوایم حساب بکنیم نگاه می‌کنیم با آی2 هم جهت با آی4 خلاف جهت با آی5 هم جهت می‌نویسیم. پس خاطرمون باشه KCL رو لزوما برای مثلا یک گره اینجوری فقط نمی‌نویسیم. من اصلا بیام کل اینو در نظر بگیرم براش میتونم KCL. و دوم قانون KCL برای هر سطح بسته که شاخه‌های مدار رو برش بده هم صادقه. ببین من وقتی اینو کشیدم خب یه سطح بسته ای بود، یه وقتی من میتونم یه برش بدم، این برش هم در واقع خودش سطح بسته است دیگه، من اینجوری بتونم ببندمش درسته. ولی خیلی وقتا توی منابع مختلف یا موقع تحلیل کردن مدار میزنیم ولی جلوتر با مفهوم کاتست آشنا میشیم، الان فعلا نمیخوام موضوع رو پیچیده‌اش بکنم. میگه اگه یه برش هم زدی روی شاخه‌های مدارت KCL برای اون هم صادقه. که گفتم این برشه رو میتونیم باز خودمون یه سطح بسته اینجوری در نظر بگیریم. من میخوام برای این KCL بنویسم. چی میشه؟ ببین آی1 خارج شده ازش، حالا خروجی ها رو دارم مثبت میگیرم پس میسم مثبت آی4 اینجا خارج شده پس به علاوه آی6 بازم خارج شده به علاوه آی6 مساوی با 0. شاید بگی اینا یعنی همشون 3 تا مقدار مثبت شده 0 پس هر 3 تاشون 0. نه دیگه، بعد که حساب میکنیم میبینیم مثلا یکیشون منفیه 2 تاش منفیه. ما میدونیم اینا مقادیر جبری هن. الان بود آی حساب کردیم منفی شد، ماجرا از این قراره. پس اینم 2 تا تعمیم مهم برای قانون KCL که بسیار مهمه و باز تاکید میکنم که توی تحلیل کردن مدار ما از اون شیوه سریع استفاده میکنیم. حالا اینقدر
مثال و تست و سوال حل میکنیم که کلا متخصص کیبل کیسی زدن خواهید شد.